اگه نگرانی توی رابطه و دلت شور میزنه این ویدیو تصادفی جلوت نیومده. عدد 3 رو کامنت بکن یا بنویس برای من عشق وفادار تا با همدیگه و با انرژی این کارت ها هم فرکانس بشیم. این ویدیو رو برای دوستات هم بفرست تا اونا هم انرژی این کارت رو بگیرن. کارت اول برای تو دسته گل افتاده، یعنی طرف مقابل تو رو خیلی جذاب میبینه. یه شروع پر از ذوق، پر از هدیه، پر از سورپرایز های قشنگ در انتظارته. حسش بهت کاملا زنده است و دوست داشتنیه. هیجانات فقط زودگذر نیستن. کارت سوسن بهت میگه که این رابطه پخته است، عجله‌ای توش نیست. یه آرامش عمیق و اصیل پشتشه. نیت اون شخص پاک و جدیه. کارت آخرم برای تو یک مهر وفاداری و موندگاری روی رابطت میزنه. این شخص میخواد تکیهگاهت باشه، خیالت از بابت خیانت یا نفر سوم راحت باشه. همچین داستانهایی توی رابطه شما وجود نداره. ترکیب این کارت ها بهت میگه که یک عشق امن در انتظارته، میتونی روش حساب بکنی و پر از هدیه و گله.